خب سلام و عزیزان، توی این قسمت بچه ها میخوایم یه تیکه فلز سدیم رو داخل آبی که حالا یه لوله آزمایشه آب مقطر داخلش ریختیم و یه مقدار معرف فنولفتالین. خب سدیم رو یه تیکه کوچیک از سدیم رو میریزم داخل این لوله آزمایش. میخوام ببینیم گازی که تولید میشه چیه، اونو شناسایی کنیم. خب پس من یک فلز سدیم میریزم داخل اینم دستکش پلاستیکیه باید سریع با دستکش درشو محکم کیپ کنم که گاز ازش خارج نشه. ببینید سدیم تو سطحش داره سر میکنه و واکنش میده همچنان. خب حالا میکنم یه شعله کبریت رو بهش نزدیک میکنه. یه صدای انفجار کوچکی رو شما شنیدید. اگر من یک کبریت افروخته شده رو به گاز نزدیک کنم و صدای انفجار رو بشنوم، علامت حضور چه گازی است؟ لطفاً معادل واکنش مربوطه رو بنویسید. رنگ محلول من ارغوانی شده. فنولفتالین داخل آب وجود داشته. این رنگ ارغوانی نشانه چه محیطیه؟ اسیدی یا بازی؟ متشکرم.